ساکن 34 ساله جماعت چلگزی اسفره به آن گمان بر می شود که شام 27 مای تخمینا ساعت 23 در داخل راهرو نزد حولی استقامتیشان با عمک 41 سالش جنجال کرده یک مشت بر روی آخران زده است. در نتیجه جبردیده جراحات جسمانی برداشته روز 2 ایون در بیمارخانه جان داده است. نسبت بازداشت شده بر اساس ماده 112 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام رسانیدن ضرر وزین به سلامتی که باعث مرگ جبری دیده شده است پرونده جنایتی آغاز کردند. به این ساکن چلگزی اکنون برای کشتن عمکش همچون جزا از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. یک زن 45 ساله ساکن جماعت دهات قبله نویه رودکی که پیش برای قلابی سود شده است به آن گمان بر می شود که روز 27 اپریل از یک مرد 28 ساله ساکن ناحیه مومن آباد با روی فریب 48500 سومونی گرفته وعده داده است که تا 1 مای چپته هواپیمایی گرفته می دهد، اما تا حال نه وعده‌اش را اجرا کرده است و نه پول گرفته‌اش را برگردانیده است.